وقتی وفات میکنیم مولای محله امر میدهد که هرچه زودتر جسد ما را زیر خاک کنند. فرزندان فیغان میکنند و خویشاوندان اشک میریزند. همکاران و همسایه ها از خصلت های نیکمان یادآور میشوند. 3 روز میگذرد. دروازه خانه من بسته میشود و دیگر کسی به تعزیه ما نمیآید. در کارگاه من باشد به جستجوی کارگری نو میپردازند. در آتشدان حولی من باز از نو دیگ می جوشد و صدای خنده و شوخی به گوش ها می رسد و زندگی به مجرای مقرری خود بر می گردد. و همین طور ما به آسانی فراموش می شود. مادامی که به این زیر و این آسانی ها ما از خاطره ها می رفته باشیم، پس این قدر سالها بهر کی و بهر چی زندگی کردیم؟ چرا در سر هر یک کار فکر میکنیم که مردم چی میگفته باشند؟ به هر پهلو نگردی عیب تو مییابند این مردم و جز آنها که مردند و به پهلوی نمیگردند.